بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، در ادامه معرفی عزیزانمون در کانال استعدادهای ناشناخته در شمال بی‌فیلتر، امروز اومدیم خدمت یکی از دوستان عزیزمون که نوازنده چیره دست چند تا ساز با همدیگه هستن، آقای امیر محمد احمدی. امیر محمد جان سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تماشا کنندگان عزیز. بنده امیر محمد احمدی هستم. 14 ساله از شهرستان آمل از استان مازندران. درود بر تو امیر محمد جان. امیر محمد جان بفرمایید که شما که الان 13 سالته کلاس هفتمی دیگه، درسته؟ بله. از چه سالی نوازندگی شروع کردی؟ از بنده یک 6-7 سال میشه، یعنی حدودا از کلاس اول شروع به نواختن. از کلاس اول ابتدایی؟ باریکلا. بعد امیر محمد جان بفرمایید که زمینه‌ای داشتی، مثلا آشنا شدی، کسی معرفی کرد یا مثلا خودت دوست داشتی؟ برادر بنده یک کیبورد قدیمی شبیه همین کیبورد داشتش. از این حسابیستای کوچیک داشتن. خب این دموردم کم می نواختش، بعد آهنگ نبود، حرفه‌ای نبود ولی بله می نواختش به صورت مبتدی و اینا. شما میدیدی دیگه در دوران کودکی؟ من علاقه‌مند شدم به این ساز و تصمیم گرفتم شروع کنم، ولی بدون کلاس، یعنی نوت هاشو برادرم به من یاد داد. بعد کم کم دیگه آهنگا رو گوش میدادم 2-3 بار. بعد آفرین آفرین. الان دیگه همه رو هر آهنگی باشه شما با هم گوش میزنید دیگه. آهنگ 2-3 بار گوش کنی دیگه میزنید. بعد این آنجا بفرمایید که حالا به غیر از این ساز که تبهر داریم، من خودم کارتو دیدم، سازهای دیگه هم میزنی، درسته؟ بله، بنده ساز دوتار که ساز سنتی ما باریکلا ساز دوتار بعد اونم همینجا خودت کار کردی، یعنی خودت رفتی یا اونو استاد؟ کلاس رفتم حدوداً 2 سالی، از کلاس 4م تا 6م استاد صادقی استاد شما بود. بله. استاد صادقی هم آمار تشریف دارن دیگه، درسته؟ بله. کارشون تدریس استاد سعیدی. استاد سعیدی کارشون همین تدریس دوتار رو. بله، تدریس دوتار. آموزشگاه حنانه همین خیابان هراز، همین شهرستان آمل هستش. میتونید مراجعه کنید. بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی خوب. بعد ساز ملودیکا هم می‌نوازم. آفرین. ملودیکا چی؟ با این هم چون که این کیبورد آشنا بودی خودت کار کردی دیگه؟ آره. همه این سازها هم خودت داری دیگه، برای خودت شخصی داری. درست. خب بفرمایید که امیر جان، حالا برای مثلا آینده تصمیم چیه که حرفه‌ای بزنی، دوست داری ادامه بدی، چی؟ برای آینده صرفاً که این برای تفریح شروع کردم، ولی اگه زمینه موجود بشه برای نواختن این ساز، من حتما مراجعه میکنم. آفرین. بله. بسیار عالی. حالا امیر جان مثلا اگه فرض زمینه فراهم بشه که بخوای با یه گروه یا کسی بنوازی، دوست داری مثلا با کدوم خواننده یا با کدوم آدم معروفی شما کار کنی؟ بنده اگه با خواننده علاقت چی مثلا؟ اگه با خواننده‌ای بخوام بنوازم، آقای استاد ابراهیم عالی، همون ابی عالی، و استاد محمد اسماعیلی. آمل هستن این دوستان؟ آمل هستن این دوستان ما. آقای ابراهیم عالی آمل تشریف نداره، رویان هستن. رویان هستن ولی خواننده معروفی هستن. خواننده معروفی هستن. آفرین. آقای ابراهیم عالی. بعد یه دوست دیگه هم فرمودی کیه؟ آقای بهنام حسن‌زاده. بهنام حسن‌زاده، ایشون خواننده خوبیه. ایشون بله آمل تشریف دارن. آمل تشریف دارن. آره ان شاءالله یه روزی موقعیت فراهم بشه و ان شاءالله با این دوستانم شما بتونی همکاری داشته باشی. حالا یه نیمچه همکاری با آقای استاد وحید حیدری هم داشتم. وحید حیدری، 2 تا داداش هم، وحید و حیدر. شما با وحید هم همکاری داشتی؟ بله. آفرین. پس بسیار عالی، خیلی خوب. حالا برای اینکه یه تنوعی هم بشه، یه کار ما رو مهمون کن و تا ان شاءالله بریم برای ادامه صحبتمون با شما.
خیلی لذت بردیم از اینکه شما برای ما کیبورد زدی، حالا ان شاءالله استفاده بیشتر هم می‌کنیم. از اونجایی که شما فرمودی من سازهای دیگه هم میزنم، میخوام یه بهره برداری دیگه هم از شما سوء استفاده کنیم و یه دوتا رو برای ما بنوازی. بعد که دوتا رو نواختی، حالا من این 2 تا سوال دارم ازت میپرسم. بفرمایید که شما تا حالا اجرام داشتی در مجلسی محفلی؟ اجرا بله، در مجلس شب‌های یکی از فامیل هامون که گفتم همراه آقای وحید هیدری و آره اونجا اجرا داشتی. بعد در مدارس و اینا مگه مراسم نوشی داره؟ بله، از کلاس 4 که دوتا میرفتم، کلاس 4 دوتا شب یلدا. آفرین. در دودش مدرسه من آره. شما دوتا رو میبردی و؟ همراه یکی از رفقام که بله. ایشون هم یه سال مینواختش، نه میخوندش. میخونده، شما دوتا رو میزدی این میخوند. بعد حالا بفرمایید که مثلا فکر میکنی استعداد تا حالا به اندازه کافی دیده شده یا نه؟ مثلا اگه نه چرا چی؟ حالا در زمینه کیبورد یعنی مثل من افراد زیادی هستن که کیبورد می‌نوازن، ولی به علت یه سری از محدودیت‌ها زیاد دیده نمیشن. بله محدودیت غیر قانونی و بله غیر قانونی محسوب میشه. الان این مدار فضا داره بازتر میشه. بله فضا داره بازتر میشه. آره بازتر میشه ان شاءالله بیشتر هم دیده بشیم. خیلی خوشحال شدیم از آشنایی با شما ایران جان. خیلی لذت بردیم از نواختنت. ما رو یه ساز ملودیکا هم مهمون کن. اشکال نداره که خیلی مزاحمت ایجاد کردیم. قبل از اینکه این ساز ملودیکا رو ما رو مهمون کنیم، اون دوتاری که زدی آهنگش چی بود؟ دوتار آهنگ قلندر. اسمش آهنگ قلندر هستش. و یه آمیده ترجان هم قشنگ می‌زدی. اونم برای ما باز بعدم بزن. باره کلمه محمد، این ساز ملودیکا نفس هم میخواد علاوه بر اینکه شما کلیدا رو باید بشناسید. این 3 تا سازی که شما میزنی کدومش به نظر خودت سخت‌تره، دشوارتره؟ نمیشه گفت کدومش سخت‌تره، چون هر کدوم در یک سطح، یعنی یک نوع. بله ساز ملودیکا نفس میخواد و ساز دوتار هم بله گیرایی قوی میخواد. ساز کیبورد آره با تلاش میشه یادش گرفت، باید میذاره آره این تردستی میخواد که شما همزمان باید در جا اینا رو عوض کنید. کلیدهای کیبورد ذره آره آدمو گل میزنه که مثلا میگه آره سخته، ولی اگه آره بتونید کلیدها رو حفظ کنید آره راحته. درست. خیلی عالی. حالا بازم آهنگ دیگه با ملودیکا میتونی ما رو مهمون کنی یا
این آهنگایی که همه شما زدیم بر من خیلی آشنا بود، شنیده بودم، حالا اسمشو نمیدونم ولی آهنگای خیلی جالب بود. حالا شما بفرمایید که خودت بیشتر چه سبکی رو دوست داری؟ بنده خودم ساز کیبورد بیشتر دوست دارم چون یه جوری مجموع کل سازها رو در خودش داره. شما دست دادن بازه که بتونی باش کار کنی. حالا سبک سنتی دوست داری یا شاد دوست داری یا پاپ دوست داری یا چی؟ سبک شاد بیشتر دوست دارم. بیشتر دوست داری. طالب هم داره دیگه، بیشتر خواهان همین سبک. شاد بیشتر، طالب خیلی بیشتر داره. بسیار خیلی خوب. حالا یه زحمت بگیش یه کیبورد دیگه ما رو مهمون کن. چقدر جالب، چقدر عالی. قبل از اینکه امیرمحمد جان یه آهنگ دیگه ما رو مهمون کنه، من یه صحبتی هم داشته باشم با عزیزانی که ما رو میبینن و صدای ما رو میشنون. دوستان گرامی، عزیزانی که ما معرفی میکنیم در این کانال، هر کدومشون دارای استعدادهای نابی هستن که در این گوشه کشور ناشناخته موندن. اگر پسندیدین زحمت بکشین به دوستان دیگه شیر کنین این کلیپ ما رو و لایک هم بکنین برای ما. اگر تونستین سابسکرایب کنین و از طرف دیگه حتما استعدادی رو اگه شما میشناسین به ما معرفی کنین که ما خدمتشون برسیم و ازشون کلیپ بگیریم. این هم خواسته ما از شما عزیزان هستش. در بیو آدرس مشخصات ما اونجا هستش، میتونین شما شماره تلفن دوستان عزیزی که در این زمینه استعداد دارن رو اونجا بذارین، ما تماس میگیریم و هماهنگ میکنیم خدمتتون میرسیم. امیرمحمد جان بریم ادامه ماجرا و آهنگ بعدی. آفرین، یه خاطره بامزه مثلا جالبی چیزی داری مثلا هست؟ خاطره بامزه که بیشتر دردناک محسوب میشه ولی بامزه هستش. خب بفرمایید. من همین مکان همینجا بود، بعد پنجشنبه بودش. خب همین امسال پیش اومد. بله همین امسال. بله شروع کردم یعنی به نواختن کیبورد، همینجوری داشتم میزدم. آره بعد این پایه من این کیفو تازه از چیز اومده بودم، کیفو یادم رفته بودم زیرین. از بیرون اومده بودی؟ بله ساز از بیرون اومده بودم، کیفی همین جاها بودش. بعد کیبورد روی پایه بودش. بعد من می نواختم، بله یک دفعه این پایه لغ شد و باز شد. ای بابا. بله ساز که خودش خدا رو شکر چیزی نشد، سالم شد. پای من بله پا آسیب دید؟ بله آیا افتاد رو پا؟ یه لایه پوستی زد. آخه عجب خاطره قشنگی شد. عجب. آره گفتی تلخ بود راست میگی ولی خاطره مون برات، درسته؟ خب
بعد بفرمایید که حالا دوست دارید مثلا ساز دیگه هم غیر از اینا کار کنی، علاقمند هستیم؟ بله انشالله امسال تابستون سمت ساز کمانچه هم شاید برم. آفرین کمانچه هم بری و بعد اونم همجوری کلاس بری و در حد دیگه حرفه‌ای بری جلو و بسیار عالی. بسیار مراد جان یه آهنگ آمیده در جانم ما رو مهمون کن. دستت در نکنه، خستت کرد. بسیار عالی. خب امین جان حالا برای ما میتونین اگه صحبتی سوالی چیزی دوست داشتید بپرسم نپرسیدم ناگفته‌ای هست بگی بفرمایید. من فقط یه گفته دارم اگه مسئولین مثلا اداره برق یا کسی داره این ویدیو رو میبینه لطفا در این ایامی که برق‌ها رو میبرید برق‌ها رو نبرید، ولی خب اگه میبرید اطلاعی بدید، چون بله سازهای الکتریکی با برق کار میکنن، چون وقتی برق یه آسیب میبینه، بله ممکن آسیب ببینه. با برنامه باشه زمانبندی اعلام کنن، اعلام کنید اگه میشه. آفرین بسیار خواسته خوبی بود و عالی و خیلی خوب. انشالله موفق باشید در زندگیت، مؤید باشید، خیلی عالی. یه آهنگ شادم میخوایم آخر به عنوان حسن ختام ما رو مهمون کنیم.